به نام خدا. مبحث دوم از سری مباحث آکادمی فشار خون رو در خدمت شما عزیزان و پزشکان عزیز هستم. ضمن عرض تسلیت به مناسبت شهادت پیامبر گرامی اسلام، مبحثی که امروز خدمتتون هستیم در مورد اپیدمیولوژی هایپرتنشن و وضعیت فشار خون در کشورهای با درآمد متوسط و یا با درآمد کم هستش. انشالله این مقاله‌ای که خدمتتون ارائه میشه مقاله خوبیه. یه لنست هم یک مقاله دیگه ای چاپ کرده، یه چند نکته از اون من هستم خدمتتون و انشالله جنبندی خوبی در این زمینه خواهیم داشت. در دهه‌های اخیر فشار خون یه مقدار اپیدمیولوژیش فرق کرده. الان در کشورهای با درآمد کم تا متوسط از هر 3 نفر 1 نفر در آگاهی داره به بیماری فشار خونش. این بسیار مهمه. یعنی اگر فرض کنیم مثلا 30 نفر فشار خون داشته باشن در یک جمعی، 10 نفرشون فقط میدونن که فشار خون دارن و 20 نفر دیگه اصلا آگاهی به بیماریشون ندارن و این بسیار خطرناک و مهمه و باید گوشزد بشه تا بخوایم بار اقتصادی رو کم کنیم. همچنین نکته دوم این که تنها 8% از این کل فشار خون این کشورها تحت کنترل با درمانهای دارویی هستش که بسیار بسیار رقم پایینیه. یعنی 92% دیگه شون میتونن دچار عوارض هایپرتنشن بشن. بعد همچنین در این کشورها با توجه به اون این اکوالیتی گپ یا در واقع میشه گفت ناعدالتی اون بهداشت که به خاطر شرایط اکونومیک چه در بیماران و چه در اون ارائه دهنده های خدمات درمانی وجود داره، همه اینا دست به دست هم میره تا همچنین در واقع low physician to patient ratio، همچنین در واقع سایر هزینه های سیستم سلامت دست به دست هم میده که این مشکل رو بیشتر بکنه. حالا چه ریسک فاکتورهایی در این کشورها وجود داره؟ این ریسک فاکتورها جالبه بهش بپردازیم. unhealthy diet جلوتر مفصل در موردش صحبت میکنیم. unhealthy diet متاسفانه ارزان‌تره. همچنین در واقع unhealthy diet شامل یک دایت با نمک بالا و سبزیجات و میوه پایین هست که بسیار ارزان‌تره. فیزیکال ایناکتیویتی در این کشورها شایع‌تره. مصرف توباکو و الکل شایع‌تره. همچنین obesity که malnutrition obesity هر دو در این کشورها بیشتر دیده میشه. یک مبحث داغ امروز که با فشار خون اهمیتش بسیار ثابت شده پالوشن یا آلودگی هست. آلودگی میتونه شامل هوا، آب، صدا و نور باشه، خود شهرنشینی و همچنین کاهش فضای سبز. همه اینا میتونه به افزایش فشار خون کمک کنه. چیزی که امروز خیلی بهش پرداخته میشه لو برث ریت یا وزن در واقع هنگام تولد پایین، باز میتونه یک عامل فشار خون باشه و همچنین سایر سوشیال اند کامرشیال دیترمیننت های سلامت که انشالله جلوتر بهش میپردازیم. در ابسترکت مقاله اشاره کرده که مثلا ما اگر سالت ریداکشن پالیسیز بذاریم، مثلا بیایم روی شوگر یا در واقع شیرینیجات و الکل، شکر و الکل مالیات ببندیم، همه اینا میتونه موجب بشه که در واقع ما بتونیم مصرف غذای آنهلسیمون رو کم بکنیم. همچنین گفته که بیایم پروتکل های درمانی ساده شده به کار ببریم که پزشکا و بیماران هر دو راحت متوجه بشن و عمل کنن و از سینگل پیل کامبینیشن تراپیا یا قرص هایی که چند دارو یکی شده که برای ادهرنس یا در واقع تحمل مریضا راحت تر میشه استفاده کنیم. و نکته آخر استفاده از تلهلس و موبایل هلس که اگر شد اشاره خواهم کرد. اما نکته مهم اینه که با توجه به تمام این صحبتایی که کردیم، فشار خون یک urgent global political and scientific priority and action رو در کشورهای low middle income میطلبه. یعنی باید هم از نظر سیاسی هم از نظر علمی یک اولویت و در واقع اولویتی باشه که منجر به عمل بشه در این کشورها، وگرنه بردن
اقتصادیش و بردن بیماریش بسیار بالا خواهد بود. اما در متن مقاله اشاره کرده که توی چند دهه اخیر خیلی به عوارض در واقع وحشتناک فشار خون و بردن اون اشاره شده، به خصوص بعد از مرگ فرانکلین روزولت که در جلسه قبل مفصل بهش پرداختم. اون موقع هنوز اینرشیا داشتن به درمان فشار خون دیگه، حتی در حدی که مطالعه اسپرینت گفتش که بیان فشار خون زیر 120 بیاریم در سال 2015 به این. و حالا منظورم که دیگه فهمیدن که باید فشار خون رو درمان کنن. جالبه نکته که اشاره کرده نان کامیونیکیبل دیزیز ها یا بیماری هایی که غیر قابل واگیر هستن، در واقع که شامل کاردیوواسکولار دیزیز، دیابت و اینا هستن، اینا گفته 3 کوارتر آف 56 میلیون مرگی که اتفاق افتاد در سال 2019، 3/4 در واقع ناشی از این بیماری ها بود که مهمترینش فشار خونه. پس ببینید فشار خون کم چیزی نیست، یه قاتل خاموشه که اشاره خواهم کرد. همچنین موجب علاوه بر مرگومی در واقع اون دالی یا دیزیبیلیتی adjusted life years loss گلوبالی میشه که باز اونم بسیار اهمیت داره، به خصوص در اقتصاد کشورها. یه چند نکته مهمه که همه میدونیم، دوباره بهش اشاره خواهیم کرد. اونی که 20 میلیمتر جیوه اگه فشار خون سیستولیک افزایش پیدا کنه ارتباط داره با افزایش ایسکمیک استروک در حد 35%. ببینید مهمترین عامل استروک فشار خونه، یادمون باشه، یعنی مهمترین عامل سکته مغزی فشار خونه. حتی اشاره شده در یک جمعیت میخوای ببینی شیوع فشار خون چقدره، بیایم شیوع استروک رو بسنجیم. چرا از شیوع استروک بفهمیم که شیوع فشار خون به خصوص uncontrolled hypertension چقدره. جالبه، این یه نوع در واقع مهندسی معکوس برای اپیدمیولوژی هایپرتنشن. باز گفته مثلا 20 میلیمتر جی افزایش سیستولیک بلاد پرشر موجب افزایش 29% مایوکاردیال اینفارکشن یا سکته قلبی میشه. هر 10 میلیمتر جی به افزایش فشار دیاستول 45% آنوریسم آورتو بالا میبره و افزایش 20 رو 10 میلیمتر جی فشار خون سیستول و دیاستول نسبت به 120/80 موجب افزایش 2.6 برابری اندستیج رنال دیزیز میتونه باشه. پس کلیه مغز و قلب و این آخری که شاید ترس عموم جامعه ازش بیشتر باشه، گفته که مید لایف and late life hypertension، یعنی یک هایپرتنشن در دوران میانسالی یا اواخر در واقع، حالا یعنی خود کهنسالی، میتونه 41% تا 62% ریسک دیمنشیا رو یا دمانس رو بالا ببره. از دمانس مردم میترسن، یعنی این حربه خوبیه که ما بگیم که خب اگر فشارتو کنترل نکنی احتمال داره آلزایمر بگیری. به شدت میترسن و میگن خب حالا چه کار بکنیم. گفته که 23% از جمعیت 1.13 میلیاردی که دچار فشار خون هستن در سال همون 2015 در سوس ایشیا یا آسیای جنوبی که بیشترش در هنده قرار داره. الان که جمعیت فشار خون دنیا تقریبا 1.6 میلیارد رو رد کرده. و نکته‌ای که از گفته uncontrolled hypertension در کشورهای low and middle income نسبت به high income بسیار بالاتره که اینو جداولش رو مفصل اشاره خواهم کرد. چرا؟ چون بدونیم که وضعیت کشور ما از فشار خون خطرناکه و بهش بپردازیم. باز اشاره کرده که شیوع فشار خون به شدت افزایش یابنده است در اکثر کشورهای لو و میدل اینکام و گفته در سال 2019 بیشترین مرگ استاندارد شده نسبت به سن از کاردیوواسکولار دیزیز و فشار خون سیستولیک بالا در کشورهای لوور میدل اینکام و لو اینکام کانتری دیده شده. پس ببینید شاید قابل تغییر، قابل درمان ترین ریسک فاکتور مرگ همین فشار خونه در کشورهای
با درآمد متوسط و پایین. پس یادش بگیریم و درمانش بکنیم که بتونیم نقشی داشته باشیم در کاهش این مرگومیر. جالبه دیده شده که در واقع اون مرگومیر که مرتبط هست با فشار خون سیستولیک بالا در خاور میانه، آفریقای شمالی و آفریقای زیر صحرا خیلی بیشتر نسبت به نورس آمریکا. همچنین حالا دیگه با توجه به دالی که حالا من روی دالی و اینا خیلی نمیخوام صحبت کنم، اما مرگومیر اون بردن اقتصادی که میذاره همه در کشورهای لو میدل اینکام داره فشار خون بیشتر اذیت میکنه نسبت به قبل. در مورد پریولنس فشار خون در سال 2021 که این مقاله چاپ شد، گفته شد که 1/3 جمعیت بالغین تخمین زده میشه که فشار خون دارن که تقریبا 1.4 بیلیون آدم بالغ رو شامل میشه که الان 1.6 میلیون رو براش در نظر میگیرن. یه ترمی رو تعریف کرده به اسم Summary Exposure Value. این Summary Exposure Value در واقع اینطوری نشون میده که مثلا یک اسکیلی تعریف شده از 0% تا 100% که اگر مثلا یک ریسک فاکتوری اکسپوژر بهش باشه، اگر SEV یا سامری اکسپوژر ولیوش 0 باشه نشون میده که اگر اکسپوژر با این ریسک وجود داشته باشه هیچ ریسکی تهدید نمیکنه، و اگر 100 باشه نشون میده که تمام اون جمعیت یا entire population exposed به maximum possible risk. این SEV برای فشار خون روز به روز بالاتر میره، به خصوص در کشورهای low and middle income و حواسمون باشه که پس کشورهای low and middle income هم پریولنسشون بالا میره، هم به شدت در معرض خطر هایپرتنشن هستن. هایپرتنشن کنترل نشده درشون بیشتره، هایپرتنشن دیاگنوز نشده، تریت نشده، همه در اینها میتونه بیشتر باشه. چرا؟ چون آموزش نیست، چرا؟ چون پول نیست، چرا؟ چون غذای مطلوب نیست که حالا جلوتر اشاره خواهم کرد. این جدول یک تقریبا چیزای مختلفی بود که اشاره بهش شد، من سریع ازش میگذرم. اما گفته که اتیولوژی و پاتوفیزیولوژی که در کشورهای لو میدل اینکام در مورد فشار خون باید درش صحبت کنیم. اولش دایت و فیزیکال اکتیویتیه. گفته دیده شده که 27 تا فاکتورهای غذایی وجود داره که میتونه مرتبط باشه با ریسک هایپرتنشن یا پروتکتیو نسبت به هایپرتنشن، که اینا باید هر کدوم شناخته بشه و روش کار بشه. از همه مهمتر استودیوم که ریسک، در واقع الکل که ریسک، و پتاسیم و میوه‌جات و سبزیجات که برعکس محافظتی هستن. نکته‌ای که وجود داره اینه که گفته که در مطالعه‌ای که دیده شده که اون اگر که در کشورهای های اینکام 6% در واقع درآمد روزانشون صرف میشه برای یک غذای سالم، اما اگر همین نسبت رو در کشورهای با درآمد کمتر مقایسه کنیم، می‌بینیم در کشورهای آپر میدل 28%، در کشورهای لوور میدل اینکام 52% درآمد روزانه‌شون رو باید به غذای سالم نسبت بدن. و نکته خیلی جالبی که نزدیک 90% درآمد روزانه در کشورهای لو اینکام باید صرف غذای سالم بشه. خب نمیکنه دیگه، طرف میگه فعلا مثلا مسکنمو میخوام، چیزای دیگه‌مو میخوام و به غذای سالمش نمیپردازه. لذا این تیکه بسیار مهم و ارزشمنده. نکته بعدی استفاده از در واقع سیگار و الکل. گفته که توباکو یا سیگار میتونه بیشتر از 8 میلیون نفر در سال آدم بکشه، که 80% این مرگومیر ناشی از توباکو یا تنباکو در کشورهای لو اند میدل اینکام صورت میگیره. به خصوص
کارخونجات سازنده تنباکو روی جوانها و نوجوانهای کشورهای لو میدل اینکام فوکوس کردن و بازارشون رو اونا پیاده کردن که بسیار مهمه. نکته دیگه که وجود داره، باز در کشورهای لو میدل اینکام یک روش غلط مصرف الکل وجود داره، بهش میگن بینج یا در واقع هیوی اپیزودیک درینکینگ. یعنی مثلا میگن شبای جمعه یهو یک مقدار زیادی الکل مصرف میکنن که این مصرف الکل به شدت مضر و ارتباط داره با خود فشار خون و سایر عوارض قلبی عروقی که این نسبت در کشورهای اینکام کمتره. نکته ای که هم در گایدلاین European Society of Hypertension 2023 وجود داره بهش اشاره شده، هم در این مقاله بهش اشاره شده، گفته مدارک جدید، شواهد جدید نشون میده که there is no safe level of alcohol drinking. هیچ سطح ایمن یا سیفی از مصرف مشروب وجود نداره. قبلا ها میگفتم مثلا مصرف مشروبش رو کم کنه، الان میگن نه قطع کنه، دیگه هیچ مقدار سیف یا ایمنی وجود نداره. این نکته‌ای که به خصوص اخیراً روش بسیار توجه شده. نکته دیگه ای که اشاره کرده در مورد obesity، به خصوص در کشورهای لو میدل اینکام یک بیماری داریم بهش میگیم که malnutrition and همزمان با overweight، یا مثلا بهش میگه سارکوپنیک مثلا obesity میگن، یا میگن همزمان یا coexistence undernutrition و overweight، که این بسیار بسیار مهمه و یک ریسک فاکتور برای کاردیوواسکولار دیزیز به خصوص فشار خونه، که اینکه چطور فشار خون از نظر پاتوفیزیولوژی چاقی موجب فشار خون میشه رو انشالله در یکی دو جلسه آینده مفصل بحث خواهم کرد. همچنین obesity علاوه بر فشار خون و کاردیوواسکولار دیزیز میتواند موجب کرونیک کیدنی دیزیز هم بشه، یعنی میتونه موجب در واقع نارسایی مزمن کلیه هم بشه. نکته دیگه که وجود داره در مورد social and commercial determinant of health، در مورد social determinant یا عوامل اجتماعی، چیزی که گفته شامل the causes of health inequality، یعنی علت یا در واقع علتهای نابرابری سلامتی یا ناعدالتی سلامتی، یعنی دو بار به این علت تاکید کرده که این میشه سوشال دترمیننت در واقع که موجب افزایش فشار خون میشه. حالا چند تا چیز وجود داره، در واقع همون فیزیکال ایناکتیویتی، آن هلسی دایت، توباکو ان الکل، همه اینا که وجود داره، نسبت فیزیشن به مریض، ایر پالوشن و تمام اینا که در واقع عوامل اجتماعی و در واقع اقتصادی هست که منجر به افزایش فشار خون میشه. این دو شکل جالبیه. گفته ترند Age Standardized Summary Exposure Value یا همون SEV of High Systolic Blood Pressure در کل جهان رو نشون داده. همونطور که میبینیم در ساب صحرای آفریقا همینطور از سال 1990 تا 2019 همینجوری این درصد بالا رفته و به دیچی حوزه 35% این SEV رسیده، یا همون نزدیک 35%شون در واقع میتوانن تئوریتیکال مبتلا به فشار خون بشن. درصد یا کشورهای های اینکام مثل یوروپ و سنترال ایشیا یا نورس آمریکا که بسیار پایین افتاده، در یوروپ و سنترال ایشیا نیز این شرکت پایین. ببین در نورس آمریکا از 25% رسیده به زیر 20%، نشون میده که داره همینطور این SEVش کم میشه به علت شرایطی که اونجا رعایت کردن. باز در مورد آلودگی هوا اینجا مقاله یه مقدار صحبت کرده و گفته که هر افزایش در واقع each interquarter range increase in monthly PM2.5 یا اون در واقع مواد آلوده کننده با که 2.5 PM آلودگی هوا رو گزارش کنن میتواند منجر به افزایش 1.8 میلیمتر جیوه سیستولیک و 1.1 میلیمتر جیوه فشار خون دیاستولیک بشه و ما بتونیم این مواد آلوده کننده هوایی رو کاهش بدیم به استاندارد دوز. میتونه 15%
پریوالنس هایپرتنشن رو کم کنه. پس یادمون باشه این مسئله بنزین، ترافیک، اینا خلاصه بیچیز نیست. غیر از وقت مردم میتونه آلودگی هوا رو کم میکنه، 15% فشار خون رو نیز کم کنه. این جدول 2 گفته که هلسی لایف استایل چطوری اثر میذاره و فشار خون رو کاهش میده که حالا مفصل بعدها بهش اشاره خواهیم کرد. ویت ریداکشن گفته 5 تا 20 میلیمتر جی به هر 10 کیلوگرم کاهش وزن میتونه کاهش بده. ببین چقدر چاقی فشار خون رو افزایش میده. دش دایت که حالا مفصل بعدا بهش اشاره خواهیم کرد 8 تا 14 میلیمتر جی میتونه کاهش بده. کاهش در واقع نمک غذا 2 تا 8 میلیمتر جی، فیزیکال اکتیویتی یا فعالیت فیزیکی 4 تا 9 میلیمتر جی و الکل رو اگر کم کنید 2 تا 4 میلیمتر جی میتونه فشار خون رو کاهش بده. نکته دیگه ای که گفته که خود مهاجرت از روستا به شهر موجب افزایش بیشتر مصرف چربی، نمک و در واقع شکر خواهد شد و کاهش میوه‌جات و سبزیجات. همچنین فیزیکال اکتیویتی کم میشه و سدنتری لایف استایل یا لایف استایل در واقع بی تحرکی شایع میشه. توباکو، الکل بیشتر در دسترس قرار میگیره. آلودگی های ایر یعنی هوا، آب، نور و صدا، همچنین استرس و کاهش فضای سبز همه کمک میکنه تا افزایش پریوالنس فشار خون در شهرنشینا و به خصوص در کشورهای با درآمد کم داشته باشیم. در مورد لو برث ویت نکته مهمیه، یعنی اونهایی که وزن هنگام تولدشون کمه باعث میشه که در واقع نفرون نامبراشون کم بشه یا کلیه‌هاشون یه مقدار کوچیک‌تر بشه. این کلیه‌های کوچیک‌تر موجب میشه که در واقع سفتی شریان‌های بزرگ داشته باشن و این لارج آرتری استیفنس که مفصل انشاءالله در چند جلسه آینده، نمیدونم 7-8 جلسه دیگه در مورد سن عروقی و لارج آرتری استیفنس مفصل اشاره خواهیم کرد، در واقع خودش اثر متقابل داره با فشار خون، یعنی ماکرو سیرکولیشن و میکرو سیرکولیشن با هم یک چرخه معیوبی میتونن ایجاد کنن و هم واسکولار ایج اینا بالا بره و هم فشار خونشون بالا بره و هر کدوم که خراب بشه میتونه اون یکی هم خراب کنه. پس لو برث ویت بیشتر از طریق ماکرو سیرکولیشن میتونه رو میکرو سیرکولیشن و فشار خون تاثیر بذاره. ما یک ترمی داریم به اسم کاسکید کنترل، هایپرتنشن کنترل کاسکید یا کاسکید کنترل، یعنی آبشار کنترلی فشار خون. که این یعنی که ما در یک کشوری که شیوع هایپرتنشن داریم میزان آگاهیمون چقدره، چند درصد از این مریضایی که فشار خون دارن اصلا میدونن که فشار خون دارن، چند درصد اونایی که میدونن درمان میشن، چند درصد اونایی که درمان میگیرن کنترل میشن. یعنی مثلا در کشورهای لو میدل اینکام گفته که اویرنس 32% رسیده به 38% از 2000 تا 2010 و تریتمنت از 25% رسیده به 29%، ولی کنترل حتی کم هم شده، یعنی از 8.4% رسیده به 7.7%. ببین چقدر کنترل در این کشورها کمه، ما هم جزو همین کشورهای ما. پس حواسمون باشه که یه همچین اپیدمیولوژی طرف هستیم. گفته که اولین سد که در واقع در کشورهای لو میدل اینکام بهش برخورد میکنیم سد آگاهی کمه، یعنی که این بیماران اصلا نمیدونن که فشار خون دارن. پس اون شعار روز جهانی فشار خون که همیشه میگه که every adult should know their BP یا هر کسی باید فشار خون خودشو بدونه، هر کسی باید عدد خودشو بدونه، به این awareness یا آگاهی اشاره کرده که بسیار بسیار مهمه و حالا شکلاشو میارم در کشورهای جهان سوم مهمتره. میگه که خیلی جملهش قشنگه، این تیکه که سبز نوشته که it is difficult to comprehend that the blood pressure measurement which is arguably the cheapest, easiest and the most essential first step and convenient method to assess cardiovascular risk is still not widely implemented. یعنی اندازه‌گیری فشار خون که همه میدونن ارزون ترین، ساده ترین، ضروری ترین مرحله
و یک روش راحت برای ارزیابی کاردیوواسکولار ریسک هنوز استفاده نمیشه. چرا؟ نمیدونیم. هنوز نمیدونیم که چرا نمیشه. حالا علتهای مختلف داره، ولی در هر حال این اندازه‌گیری بسیار بسیار مهمه. این شکلیه که در واقع یک ارتباطی بین پاورتی یا فقر و نان کامیونیکیبل دیزیزا نشون میده، که خلاصش نشون میده هر چقدر کشور فقیرتر باشه بیماری‌های غیر واگیردار درش بیشتر میشن و یک چرخه معیوبی میتونه درش ایجاد شه که اشاره کردم و ازش میگذرم. خلاصش برای کنترل هایپرتنشن باید اپروچ شخصی وجود داشته باشه تا مداخلاتی صورت بگیره، تا افزایش آگاهی، افزایش درمان و افزایش کنترل فشار خون رو داشته باشیم که جوفری روز که در جلسه گذشته بهش اشاره کردم که تعریف کرد فشار خون یعنی عددی که پایین آوردن فشار خون سود میبره نسبت به پایین نیاوردنش. این در مورد این اقدامات هم بسیار مفصل صحبت کرده و یکی از دانشمندای معروف به نام در این زمینه هست. در کشورهای لو و میدل اینکام در سنهای پایینتر ما فشار خون داریم، ارلی واسکولار ایجینگ داریم و پری هایپرتنشن نیز در اونها بسیار شایع‌تره و خود پری هایپرتنشن هم مفصل آرزوهای خودشو داره. اگر تونستیم یک جلسه کامل اختصاص به پری هایپرتنشن خواهیم داشت. باز گفته مثلا فرض کن مالیات تعیین کردن، یعنی این دولت‌های ما بتونن مالیات تعیین کنن و روی سیگار هم وقت یه بار حرفش میشه ولی فایده نداره، روی الکل، روی نوشیدنی‌های شیرین که شکر دارن و همچنین سیگار رو در واقع محدودیت قائل مصرفشو، همه اینا در واقع میتونه کمک کنه که در واقع فشار خون کاهش پیدا کنه. خیلی جالبه، گفته یه مدل نشون داده که مالیات بر شوگر یا مالیات بر شکر میتوانند the biggest gain in health، بعد یعنی بالاترین گین سلامتی رو داشته باشه. بعد از اون مدل پیشنهاد کرده که مالیات بر نمک و بر saturated fat یا چربی اشباع شده و همچنین بر sugar sweetened beverage tax یا در واقع نوشیدنی های حاوی شکر. پس اولین مهمترین مالیاتی که بعد در واقع دولت مردان یک کشور با درآمد پایین متوسط بهش اشاره بشه مالیات بر شکره که میتونه بالاترین فایده سلامت رو داشته باشه. نکته دیگه در مورد لیبل خونی که اشاره کرده، قبل از اون باید بگم شعار WHO در 2025 اینه که بتونیم 30% مصرف نمک رو پایین بیاریم تا عملا 2 سال دیگه، 30% فیزیکال اکتیویتی رو افزایش بدیم و تا بتونیم 30% فشار خون رو کاهش بدیم. از طرف دیگه هم نکته دیگه ای که خیلی جالبه باید اشاره کنیم اون بحث بتونیم رواج بدیم لیبل خوانی رو در کشور، که لیبل خوانی یعنی که هر غذایی که ما میخریم از فروشگاه لیبلش رو بخونیم، مقدار نمک و شکرش رو بدونیم و با علم به ضررش مصرفش بکنیم. این شکل خیلی قشنگه، من بتونم یه خود کوچیکش کنم که قشنگ بیفته. در میگه که از چایلدهود در منحنی افقیش بریم ارلی ادالتهود، میدل ایج، ادوانسز و الدرلی بالای 80 سال. در حالت عادی این منحنی آبیه و در این قسمت عمودیش هم در واقع میشه آدم سالم، آدمی که بلاد پرشرش بالاست، آدمی که ناشی از بلاد پرشر دچار ساب کلینیکال تارگت دمیج شده و اون قسمت بدترین حالتش که لاس آف کوالیتی آف لایف و کاردیوواسکولار دیزیزه. 3 تا منحنی داریم در واقع، خط قرمز، خط آبی و خط سبز. خط سبز بهترینه، گفته آیدیال لایف کورس یا در واقع سوپرمنا یا اونایی که بهترین زندگی رو دارن، یعنی هر چقدر تا بیشتر سنشون اضافه میشه باز هم هنوز در حالت هلسی میمونن و فشارشون کمتر بالا میره. اینا منحنی آبی منحنی اوریج لایف کورس، یعنی اکثر مردم در این قسمت هستن
و منحنی قرمز منحنی ارلی واسکولار ایجینگ یا پیری زودرس عروقیه که اینا خب بدترین حالت، زودتر از سنشون دچار عوارض عروقی میشن، سن عروقیشون بالاتره. در واقع اینا مثلا 40 ساله است اما عروقش 50 ساله نشون میده که خب اینا بدترین عوارض قلب عروقی رو میتونن دچار بشن و کوالیتی آف لایفشون پایین میاد. نکته ای که هست، ما میتونیم با مداخلات خودمون چه در منحنی آبی و چه در منحنی قرمز بتونیم در واقع اگر early preventive efforts داشته باشیم یا تلاش های پیشگیری اولیه، ما این منحنی رو به سمت ideal life course یا در واقع life course ایدئال ببریم. اگر late preventive effort داشته باشیم از بالاتر این کار رو در واقع میشه انجام داد. اما نکتهش میدونید چیه؟ مثل فنره، تا انجام میدی میاری سمت ideal life course یعنی پایین تر، تا یه خورده از دست در میره سریع برمیگرده سر جاش و عوارض بدتر ایجاد میکنه. این خیلی نکته جالبیه که بهش اشاره کرده. یک در واقع چیزی داریم به اسم هارس تکنیکال پکیج که گفته که بر اساس هلسی لایف استایل کانسلینگ یا مشاوره لایف استایل سالم، پروتکل های درمانی اویدنس بیس و access to essential medicine and technology، risk based CVD management، team based care. این team based care رو خیلی روش تاکید کرده. این هلت کیر یعنی استفاده از تیم در درمان و systems for monitoring یا پایش در واقع مانیتورینگ. همه اینا میتونه کمک کنه تا در واقع این awareness و تریتمنت و کنترل فشار خون افزایش پیدا کنه. در مورد اندازه‌گیری فشار خون چند تا نکته وجود داره. از همه مهمتر این accurate measurement، یعنی اندازه‌گیری فشار خون غیر دقیق در واقع میتونه باعث بشه که هم خطاهای تشخیصی و هم خطاهای درمانی اتفاق بیفته و هنوز یک چالش جدی در کشورهای با درآمد پایین و کم هستش. نکته‌ای که هست در این کشورها، کشور ما از این مسئول نیست، بسیار دستگاه‌های ولید نشده به کار برده میشه چون ارزون تره که اصلا جایگاهی در تشخیص و درمان فشار خون نداره. لذا حتما باید دستگاه هم ولید بشه و هم کالیبره بشه. امروزه WHO دستگاه‌های دیجیتال فول دیجیتال بازویی رو توصیه کرده، کالیبریشن کمتری میخوان، دقتشون هم بالاست، به خصوص اگر که مارک معروف و ولیدی داشته باشن. نکته دیگه ای که هست و بسیار مهمه، خیلی نکته قشنگیه، میگه که ما باید یاد بدیم به هلث کیر پرکتیشنرامون، به پزشکامون، به پرستارامون، به داروسازامون، به بهیارامون، به در هر سطحی یاد بدیم که درست فشار خون اندازه گیری بشه. چرا که اندازه گیری دقیق فشار خون حتی وقتی که از یک فشار سنج اتوماتیک معتبر استفاده میشه بسیار لازم و کریتیکاله. این چند خطی که با سبز نشون دادم خیلی مهمه. هر 5 میلیمتر جیوه خطای اندازه گیری میتواند منجر به در واقع کلاسیفیکیشن غیر صحیح 84 میلیون نفر در کل جهان بشه. ما 5 میلیمتر جیوه خطای اندازه گیری داشته باشیم رو تشخیص و درمان 84 میلیون در جهان تأثیر میذاره. این کم نیست، حواسمون باشه. اندازه گیری مهمه در مطب شلوغ، در هر جا حتما اندازه گیری رو درست رعایت کنیم، استاندارداش رو رعایت کنیم تا بتونیم موفق باشیم در تشخیص و درمان فشار خون. همچنین حالا در اینترنشنال سوسایتی اف هایپرتنشن گایدلاین، همچنین در ESH 2023 استفاده از روش‌های مطبی و اوت آف آفیس در واقع پیشنهاد کرده، به خصوص در کشورهایی که منابعش رو دارن، که الحمدلله کشور ما منبع خوبی در زمینه اوت آف آفیس داره. نکته جالبی که وجود داره، گفته حتی در کشورهای لو میدل اینکام جوری شرایط فراهم شده که داروهای فشار خون
تقریبا نسبتا ارزان است و این خوبه و این به نفع در واقع فشار خون و کنترل اون هست. تیبل 3 که در مورد استفاده از اندازه‌گیری مطبی و خارج از مطبی در بیماران در کشورهای لو سورس ستینگ اشاره کرده، در حال اون در کشورهای های سورس بیشتر از امبولیتری بلاد پرشر مانیتورینگ استفاده میشه، در کشورهای لو سورس اوت آف آفیسش بیشتر هوم بلاد پرشر مانیتورینگ و فشار خون در منزله که در مورد هر کدوم از اینها جلسه مفصلی انشالله باهاتون خواهم داشت. در مورد حالا داروها و قیمت دلاریش گفته من خیلی واردش نمیشم، ولی میگه با تمام این که دارو هم ارزونه در کشورهای لو میدل اینکام فقط 8 تا 10% کنترل میشه. حواسمون باشه. باید بفهمیم بالاخره دارو ارزونه چرا 10% کنترل میشه، چی شده؟ آیا ادهرنس وجود نداره؟ آیا تشخیص درست نداریم؟ آیا آگاهی نداریم؟ آیا اهمیتش شناخته نشده؟ این 10% کنترل خیلی بده، خیلی بده. یعنی که تمام عوارضش میتونه در واقع خودشو نشون بده. اویلیبیلیتی و افوردیبیلیتی در واقع یا در دسترس بودن و قابل تهیه بودن داروها بسیار مهمه. نکته ای که بسیار بهش اشاره شده در واقع نکته مونوتراپی ورسوس سینگل پیل تراپی است که حالا فکر کنم نمیدونم همینجا بود یا جای دیگه، فکر کنم در همین مقاله بود که اشاره کرده بود که یه دارو مثلا ادهرنس بسیار بالایی داره، 2 دارو که میشه مصرف پایین میفته، 3 دارو خیلی پایین میفته، 4 دارو که دیگه اصلا شاید مصرف نکنن اکثر اینا بعد از یه مدت. و نشون میده که هر چقدر ما به سمت یک قرص ترکیبی بریم بهتر میتونیم کنترل کنیم. فکر کنم اینجاست. یه چند تا نکته قشنگ در مورد ادهرنس گفته. اگرچه من این ادهرنس یا در واقع مصرف درست دارو رو یک جلسه کامل بهش خواهم پرداخت، یه نیم جلسه هم توی هایپرتنشن مقاوم بهش میپردازم، اما چند تا نکته قشنگ گفته که دارو تا وقتی نخوریش که اثر نمیکنه، که هر چقدر تجویز کنی بعد اون خوردنشو حواسمون باشه. و این مصرف نکردن داروه که یعنی ممکنه تجویزم بشه، این مصرف نکردنش میتواند به آن کنترل بلاد پرشر و کاردیوواسکولار کامپلیکیشنش بپردازه. اینجاست که اینو اشاره کرده، گفته که اگر سینگل پیل کامبینیشن یا یک قرص ترکیبی استفاده کنیم، این نان ادهرنس یا مصرف نکردنش زیر 10%. اما وقتی 2 تا قرص شد، این مصرف نکردن میتونه 20% بشه. وقتی 3 تا قرص شد میتونه 40% باشه. و اگر از 3 تا رفت بالاتر، حتی دیگه 3 4 تا 5 تا همه اینا رو داریم، اینا دیگه میتونه به سمت کامپلیت نان ادهرنس یا 100% طرف قرصاشو بذاره کنار. ببین چقدر مهمه و چقدر ما باید استفاده از قرصای علیرغم این که ژن ایرانی شاید مثلا قرص ترکیبی بهش نسازه، نمیدونم همه اینا رو در نظر داریم، اما استفاده میکنیم از در واقع قرصای ترکیبی. چرا؟ چون نان ادهرنسش بسیار پایینه و بیماران حتما از این قرصا استفاده میکنن. در مورد چالش کووید 19 و هایپرتنشن احتمالاً این یک جلسه مفصل جدا براتون خواهم گذاشت و اینجا بهش نمیپردازم. نکته دیگه ای که میخوام بهش بپردازم، گفته نسبت پزشک به بیمار و نسبت پرستار به بیماره. خب هر چقدر کشورها به خصوص الان در کشور جامعه ما که این قضیه مهاجرت به خصوص به وجود اومده، این نسبت روز به روز کمتر میشه و این نسبت کم میتواند در از همه جاش از آگاهی، درمان و کنترل فشار خون تأثیر بسزایی بذاره و موجب شه یک فاجعه فشار خون در چه نان کامیونیکیبل دیزیزا به ویژه فشار خون و دیابت در کشور اتفاق بیفته. پس ما در مورد این کیر کاسکید یا هایپرتنشن کیر کاسکید، هایپرتنشن کنترل کاسکید دوباره تکرار میکنم که اول
باید حواسمون باشه کیا اسکرین نشدن، کیا تشخیص داده نشدن، مرحله بعد اینکه تشخیص دادن و درمان نشدن، مرحله بعد اینکه درمان شدن ولی کنترل نشدن، و بهترین مرحلهشونی که هم درمان شدن و هم کنترل شدن، که این در کیر کاسکد یا هایپرتنشن کیر کاسکد یا آبشار مراقبتی فشار خون و در هر کشور اینو در بیاره. در کشور ما آمار خوبی در این زمینه نداریم، اگرچه حالا چند تا از همکارا چاپ کردن، مطالعات بزرگی خود وزارت خونه تو این زمینه انجام داد، اما چیز در دسترسی بیرون نداد. ما هم فکر نکنم که 10-12% بیشتر باشه اون تیکه هایی که کنترل فشار خون رو داشته باشیم. شیوع فشار خون تو این گزارشات حدود 20-25% گذاشته، درصدی که به نظر من بیشتره و از گفتم ریورس یا مهندسی معکوس از استروکا میشه به شیوع فشار خون رسید، که اگه از اون طرف بریم این شیوع فشار خون در جمعیت ادالت ما کاملا بیشتر. مثلا در ساب صحرایی آفریقا دیده شده که 73% اصلا آگاهی ندارن، 18% فقط درمان میشن و 7% فقط کنترل میشن. 7% کل جمعیت فشار خون رو تحت کنترل. این چه رقم خوبه. ما حالا همچین خیلی وضعیت خوبی نداریم و شاید نهایتاً 10% باشه. این اوتا پاکت پیمنت ها مهمه که میگه که در واقع اون شخص اگر که مجبور بشه که در واقع یک پیش بینی نشده، خرج پیش بینی نشده ای در واقع از جیبش بده که بیمه نپردازه واسه چیز، این باعث میشه که باز فشار خون در واقع شویش بالا بره و کنترلش پایین میاد. استفاده از تکنولوژی برای درمان فشار خون، تشخیص فشار خون، لایف استایل مثل موبایل هلث و الکترونیک هلث همه مهمه که اگر رسیدیم یک جلسه مفصل در مورد دیجیتال هایپرتنشن یا هایپرتنشن دیجیتال ارا انشالله صحبت خواهم کرد. گفته مثلا استفاده از تکست مسیج، استفاده از تلفن، استفاده از موبایل فون اپلیکیشن، همچنین در واقع پورتبل مانیتورینگ دیوایس، این ساعت های گجت های پوشیدنی، اینا همه میتونه کمک کنه برای پایین آوردن در واقع شیوع فشار خون و همچنین کنترل بیشتر فشار خون. این نکته خیلی مهمه که این تیکه تیم بیس کیر یا تاسک شیرینگ رو بسیار مطرح کرده. گفته وقتی که یک همچین شیوع بالایی وجود داره، ما یعنی گفته های کوالیفاید هلث ورکر ها یا مثلا پزشکان در سطوح مختلف باید با سایر هلث ورکر ها مثل کامیونیتی هلث ورکر، یعنی حالا اون در واقع پرسنل سلامت مرتبط با اجتماع، بتونن بهشون یاد بدن، یعنی پزشکا این تیکای فشار خون اولیه رو چه تشخیصیش، چه حالا درمان اولش، چه فالوآپ اولش یاد بدن و بتونن اونا رو سهیم کنن در این قسمت. چرا؟ چون انقدر شیوع بالاست که ما نمیتونیم بگیم که مثلا تمام بیماران توسط پزشکا و بخصوص در سطوح بالا دیده بشن. پس ما باید این آموزش رو کاملا به سایر سطوح هم بدهیم. تا آخر من این تیبل 4 رو از این مقاله میخوام خدمتتون کامل ارائه کنم. این تیبل بسیار مهم و قشنگیه. گفته بریرها یا سدهایی که وجود داره برای کاهش فشار خون، این بریرها در چند جای مختلف میتونه وجود داشته باشه و پیشنهادی برای رفع این سدها یا بریرها. این بریرها در لول پیشنت، در لول پرووایدر یا مسئول سلامت، در لول هلث سیستم یعنی خود وزارت خونه و اینا در واقع میتونه وجود داشته باشه و چطور ما این لول حل کنیم این مشکلات رو. در لول پیشنت گفته که اکسس ناکافی به هایپرتنشن کر یا مراقبت بهداشت. خب اینجاست که اون گفتم پزشکا باید به پرستارا، داروسازا و سایر سطوح این آموزش رو بدن. همچنین گفته که استفاده از ویرچوال کانسلتیشن یا تلمدیسن که خیلی خیلی در واقع
بهش پرداخته که استفاده از تلمدیسین میتونه کمک کنه که یک پزشک بتونه مریض‌های بیشتری رو پوشش بده. در لول پیشنت باز نکته دیگه پور اویرنس یا آگاهی در واقع بسیار کمه که میگه که ما باید اول اینفورمیشن یا اطلاعات در مورد بیماری فشار خون رو دیسیمینیت کنیم، یعنی کاملا بتونیم منتشر کنیم در سطح جامعه با هر تکنولوژی ممکن. همچنین کامیونیتی لول اکتیویتیز یا فعالیت‌های در سطح جامعه داشته باشیم برای اینکه بتونیم آگاهی نسبت به فشار خون در مردم ایجاد کنیم و همچنین اون هایپرتنشن اسکرینینگ که گفته میجرمنت مانث، اون 3M یا 3M هست که به همه بگیم که در ماه می که حالا میشه ماه اردیبهشت ماست که روز جهانی فشار خون هم در اون ماه قرار داره، ماهیه که هر کس باید عدد خودش رو بدونه و اینطور در واقع مردم رو به سمت اندازه‌گیری فشار خون و آگاهی به اون سوق بدیم. نکته دیگه که در مورد پیشنت وجود داره ادهرنس پایین یا در واقع اون نخوردن داروهای فشار خون. چرا؟ چون فشار خون ذاتش یا نیچرش یا ذاتش بدون علامته. وقتی میبینه علامت نداره میگه من برای چی پول پای قرص بدم، برای چی انقدر قرص بخورم. نه مهمه. گفته چیکار کنیم؟ گفته که مشاوره فیزیشن ها یعنی اطباء یا پرستاران محترم رو داشته باشیم که بتونن بیماران رو قانع کنن که از داروهاشون استفاده کنن. همچنین گفته که موبایل هلث تکنولوژی باز میتونه با اپ‌های مختلف یادآوری کنه که بیمار آیا فشارش خورده یا نخورده و اونا رو مانیتور کنه به صورت منظم که این ادهرنس پایین رو درشون حل کنیم. و همچنین حواسمون باشه که داروهای با کیفیت خوب در کشور وجود داره و قابل خرید هست یا نه که کمک کنه به ادهرنس خوب. نکته دیگه هم سوشو اکونومیک ایشوه که در واقع مطالب اجتماعی اقتصادی گفته که بیمه ها بتونن در واقع کاورج بدن هزینه هایی که مرتبط با اوت پیشن ویزیت ها، یعنی در واقع خارج بیمارستان و مدیکیشن ها و لابراتوری تست ها که این کمک کنه که بیماران در نرن خلاصه از زیر درمان فشار. در سطح پرووایدرها گفته که شاید اصلا lack of knowledge about the concept of absolute risk، یعنی پرووایدرها شاید در واقع اصلا آگاهی کافی نداشته باشن به اینکه چقدر میتونه این فشار خون در واقع خطر داشته باشه و اینجا گفته training through virtual learning courses. شاید این ویرچوال لرنینگ کورسی که ما الان داریم میذاریم اگرچه ما خیلی این دیتیل داریم میگیم ولی چون آزاده برای همه پخش میشه، شاید همین این کورس مجازی آموزش که برای پرووایدرها و برای هلث سیستم داره انجام میشه خودش در راستای ارتقای هایپرتنشن کیر کاسکید میباشه. هدف من از آموزش در واقع همینه که من این آگاهی رو در سطح پرووایدرها و هلث سیستم بالا ببرم که کمک کنه به هایپرتنشن کیر کاسکید. گفته که باز صرفه‌جویی در وقتشونه، حواسمون باشه که اون ام هلث تکنولوژی یا موبایل هلث تکنولوژی کمک میکنه. بعد میگه بعضی از پرووایدرها شاید بگن که خودمون نتونیم تصمیم بگیریم. میگه که اینجور وقتا باید بهشون اولا یک در واقع الگوریتم ساده بهشون آموزش بدیم و در واقع بهشون آموزش درستی بدیم که اعتماد به نفس رو داشته باشن تا بتونن بیمار رو درمان اولیه انجام بدن. باز در هلث سیستم گفته که فقدان کارمند بهداشتی آموزش دیده در زمینه درمان فشار خونه و باز هدف من از برگزاری این کلاس ها همین ترین کردن کلینیسیان ها در این زمینه است. مثلا خیلی جالبه یه مقاله داده بود که در کانادا دیده شده که اومدن و یک فورس شدیدی رو آموزش فشار خون روی افراد در واقع یعنی سیستم بهداشتشون گذاشتن از پزشکای مختلف
و هم تشویق و تنبیه گذاشتن و کورس گذاشتن و گواهی دادن و چیکار کردن، یهو دیدن چقدر این هایپرتنشن کیر کاسکید به شدت ایمپروو شد، به شدت پیشرفت کرد و در واقع نتایج غیر قابل تصوری ازش گرفته شد. امیدوارم که این درس ها که من اینجا انشاءالله خدمتتون ارائه میدم و تجربیاتی بوده که اساتید یاد گرفتم و خدمت شما عزیزان ارائه میدم در این نقطه کمک کننده باشه. نکته دیگه این که هلت سیستم باید بتونه که در واقع داروها رو تأمین کنه و یه جور باشه که داروها گرون در اختیار بیماران قرار نگیره. استفاده از سیستم های آیتی برای پخش و تولید و توزیع و اینا توصیه کرده و همچنین گفته که حتما ما یک سروایلنس سیستم، یک کامیونیتی لول اسکرینینگ یا در واقع غربالگری جامعه نگر در سطح جامعه یا در واقع یک پایش ساده، سیستم پایش ساده برای مانیتور کردن بلاد پرشر در جمعیت عام داشته باشیم و بتونیم در واقع اونو پیاده کنیم که مردم سود ببرن و این هایپرتنشن کنترل کاسکید بهتر و بهتر بشه. این مقاله تقریبا ارائه شد. یک مقاله در لنست چاپ شد در سال 2021 که اومد و پریولنس و پیشرفت درمان و کنترل فشار خون از سال 1990 تا 2019 رو در کشورهای مختلف بررسی کرد. مقاله بسیار جالبیه، علاقمندان میتونن بخوننش. کشورهای مختلف دیتاهای مختلف رو در واقع دادن. ایرانی که جایی بوده که دیتاهای خوبی در مورد هایپرتنشنش اتفاقا پخش شده. مثلا در کشورهای همسایه میبینیم که بیشترین فشار خون شد در عراق و عمان، پاکستان، آذربایجان، ارمنستان، اینجا در واقع فشار خون بالایی دارن. در ایران اونقدر گزارش نشده، اگرچه شاید من کمی با این اعداد مخالفم و به نظر من در ایران هم شیوع بسیار بالاست. این شکل بسیار 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 شکل قشنگه. توصیه میکنم یعنی چاپش کنین، به دیوار مطبتون بزنین، چندین بار بررسیش کنین، ببینین که در واقع چه چیزی به ما یاد میده. خیلی قشنگه. اینجا از خانوم ها شروع کرده، اول در تمامی جهان بررسی کرده، بعد منطقه بررسیشون کرده. نگاه کنین ببینین کلا گفته که 41% بیماران خانومی که مبتلا به فشار خون هستن در کل جهان اصلا تشخیص داده نشدن، اصلا نمیدونن فشار خون دارن، تشخیص ندارن. خیلیه. فقط 59%شون تشخیص دارن اوورالی، که این میگم در آمریکا با ایران فرق میکنه، در آمریکا با هند فرق میکنه، حالا جلوتر میگم. از این 59%ی که از خانوما فشار خونشون تشخیص داده شد، 12%شون میدونن فشار خون دارن ولی اهمیتش رو درک نمیکنن، هیچ درمانی نمیگیرن. خب این 47%ی که درمان میشن به طور اوورال 24% اصلا کنترل نمیشن و 23% که کنترل میشن. اوورال در دنیاست. این خیلی قشنگه. پس خانوم ها در دنیا 41% فشار خونی های خانوم اصلا نمیدونن فشار خون دارن، تشخیص داده نشدن. از این 59% 47%شون دارو میگیرن، 12%شون اصلا دارو نمیگیرن. از این 47% 24%شون اصلا کنترل نشدن و فقط 23%شون که کنترل شدن اوورال. حالا این در کشورهای های اینکام وسترن یا کشورهای غربی با درآمد بالا این عددهای خود بهتره وضعیت. میبینیم که 73% آگاهی دارن به بیمارشون یا تشخیص داده شدن، 64% تریتمنت گرفتن و 43% کنترل رو ما درشون داریم. خوبه، خیلی بهتره، خیلی بهتره. به خصوص در کانادا شهر بالاترین کنترل فشار خون رو ما داریم. در کشورهای سنترال اند ایسترن یوروپ، یعنی به سمت آسیای شرقی و مرکزی، پایین تر میان. یعنی 77% آگاهی دارن، 60% دارو میگیرن، اما 25% کنترل رو ما بیشتر نداریم.
خیلی مهمه. در کشورهای لاتین و کارابیان کنترل ما به 35% میرسه. بد نیست، معادل تقریبا کشورهای های اینکامه. در کشورهای های اینکام آسیا پاسیفیک مثل ژاپن و کره و چین و اینا 71% آگاهی داریم، 59% درمان داریم، 38% کنترل. خیلی خوبه، خیلی خوبه نسبت به جای دیگه. کشورهای آسیای شرق و جنوب شرقی 54% آگاهی داریم، نسبت به سطح کل جهان پایین‌تره. 41% درمان داریم و فقط 17% کنترل داریم. می‌بینیم که چه مقدار کمه. سوس ایشیا یا آسیای جنوبی که هند شامل میشه فقط 45% افراد فشارخونی میدونن که فشار خون دارن. 37% کلا درمان میگیرن، 8% درمان نمیگیرن. از این 37% هم 20% کنترل نمیشن و فقط 17% کنترل میشن. همینطور اشاره کرده و رسیده به میدل ایست که یا نورس آفریقا که در واقع منطقه‌ای که ما قرار داریم. اشاره کرده که 64% آگاهی دارن، باز نسبتاً خوبه. 53% درمان میگیرن و فقط 24%شون کنترل میشن. من روی این عدد 24 کشورهای میدل ایست مشکوکم و به نظر من کمتر از این عدد است کنترل. 4% کنترل نداریم. ساب صحرایی آفریقا مثلا کنترل 13%، اقیانوسیه 12%. در مردان هم همچین عددهایی وجود داره. ببین اوورالی کل مردان رو بخوایم حساب کنیم 49% آگاهی دارن، 52% آگاهی ندارن، 38% درمان میگیرن، 11% تشخیص داده شدن درمان نمیگیرن. از این 38% که درمان میگیرن 20% کنترل نمیشن و فقط 18% کنترل. یعنی مردان با فشار خون بالا به طور اوورال در جهان کنترلشون بسیار پایینه و 18%. خانوما کنترلشون بیشتره. خانوما حرف گوش کنترن، خانوما دارو رو میگیرن و کنترل میشن. جالبه. در کشورهای های اینکام و وسترن یوروپ کنترل 37%. در کشورهای ایسترن یوروپ 17%. اینجا در میدل ایست رو نگاه کنیم میبینیم کنترل رو 16% گفته و این شاید این 16% و 11% و اینا واقعیت ایران نزدیکتر باشه. کنترل بسیار پایین. ببین واقعا میدونیم که قابل تغییر، قابل درمان، قابل کنترل فشار خون. میدونیم که اگر فشار خون رو کنترل کنیم کلی جلوی عوارض قلبی، مغزی، کلیوی، دمانس رو خواهیم گرفت. اما متاسفانه اهمیت بهش نمیدیم. در میدل ایست می‌بینیم مردا 16% بیشتر کنترل نمیشن و بسیار جای تأسف داره. این مقاله شکل‌های بسیار جالب و قشنگی داره. من اونجاییش که مهم بود و مفصل براتون گفتم. فکر میکنم یک شکل بسیار مهم دیگه هم داشته باشه، اونو دوست دارم یک اشاره‌ای بهش داشته باشم. اینم قشنگه. این شکل هم شکل بسیار جالب و قشنگیه که مفصل صحبت کرده و نکته‌ای که گفته در مورد در واقع ترند تعداد مردم که فشار خون دارن، یعنی تشخیص دادن، یعنی کدوماشون تشخیص داده شدن، کدوماشون درمان شدن و کدوماشون افکتیولی کنترل شدن، چه در کل جهان و چه منطقه به منطقه. این فقط مهم اینه که تایملاینش از سال 1990 بررسی کرده تا سال 2019. خیلی قشنگه، خیلی قشنگه. اگر بخوایم در کل جهان نگاه کنیم، این آن دیاگنوزدا با قرمز نشون داده شده، اونایی که دیاگنوز شدن، تشخیص داده شدن ولی درمان نگرفتن با نارنجی نشون داده شده، اونایی که درمان شدن ولی کنترل نشدن با سبز کمرنگ، اونایی که درمان شدن و کنترل هم شد فشار خونشون با سبز پررنگ. می‌بینیم مثلا در سال 1990 کلا یه چیزی بوده 650 میلیون 700 میلیون آدم مبتلا به فشار خون بودن. از این 700 میلیون نزدیک شاید 400 میلیون اصلا
نمیدونستن فشار خون دارن. شاید 100 میلیونشون اصلا میدونستن و درمان نشدن، شاید نزدیک باز حدود 100 و خورده میلیون درمان شدن و کنترل نشدن و شاید مثلا در 30 میلیون درمان شدن و کنترل شدن. این مال 1990 بوده به طور اوورال در جهان و میبینیم در سال 2019 دیاگنوز نشده یا تشخیص داده نشده هنوز در حد همون 450 میلیون موندن، اما تقریبا افرادی که تشخیص داده شدن و درمان نشدن و در همون سطح موندن، اما اونایی که درمان شدن بسیار بسیار پیشرفت کردن و بسیار آدمای بیشتر بودن که درمان شدن اما کنترل نشدن یا درمان شدن و کنترل شدن. تقریبا تعداد درمان شده ها کنترل نشده کنترل شده تقریبا در سال 2019 در کل دنیا برابره و می‌بینیم که به عدد 1,250,000 1,300,000 رد کرده بود که الان امروزه رسیده دیگه به 1,600,000 نفر. باز این اومده در منطقه بررسی کرده و مثلا در کشورهای اینکام یا با درآمد بالا این تعداد آن دیاگنوزه تشخیص داده نشده خیلی پایین اومده و تعداد کنترل شده ها خیلی بالا رفته. در اینها کار کردن روش بخصوص روی آموزش چه بیماران، چه هلث کیر ورکرها و چه در واقع سیستم هلث کار کردن، این چه پرووایدرها و چه وزارت خونه‌ای کار شده رو آموزش و این به شدت کمک کرده رو کنترل فشار خون. ولی می‌بینیم مثلا در کشورهای دیگه باز هم این پیشرفت رو داشتیم اما باز خیلی نبوده. مثلا در سنترال ایشیا، میدل ایست و نورث آفریقا یا آفریقای شمالی و خاورمیانه می‌بینیم که درسته حالا شیوع بالا رفته اما مقدار آدمایی که کنترل شدن بالا رفته، اما نسبت به مثلا آمریکا اینا بسیار کمتر بالا رفته و این آن دیاگنوزداشون بالا رفته برخلاف آمریکا که آن دیاگنوزداش پایین اومده. این هم نکته جالبیه. شاید بدترین حالت رو کجا داره؟ در واقع آفریقای ساب صحرایی و اقیانوسیه که در اینا هم مقدار تشخیص داده نشده ها بالا رفته و هم مقدار کنترل نشده ها هنوز بسیار پایینه. همه اینا رو گفتیم که بدونیم هر چقدر ما در مورد فشار خون صحبت می‌کنیم هنوز کمه. فشار خون قاتل خاموشه. هر 3 ثانیه یک نفر از فشار خون یا عوارضش فوت میکنه. اینو بخوایم مقایسه کنیم با دیابتی‌ها هر 8 ثانیه یک نفر از عوارضش فوت میکنه. این فشار خون 2.5 برابر دیابت داره مرگ و میر میده. چرا بهش نمیرسیم؟ بهش برسیم. این همه داریم صحبت میکنیم هنوزه از هر 3 نفر یه نفر از 3 نفر میدونن که فشار خون دارن. ببین اهمیت نمیدن بهش. هنوزه فشار خون درست اندازه گیری نمیشه. تو رو خدا درست اندازه بگیریم. انشالله در آموزش های بعدی در مورد اندازه گیری مفصل صحبت خواهیم کرد. اشاره کردم هر 5 میلیمتر جیب خطای اندازه گیری میتونه 84 میلیون نفر در دنیا رو سطح تشخیص و درمانشون رو فرق بده. پس اندازه گیری بسیار بسیار مهمه و گفتم که آموزش این دوره آموزشی خاص این برگزار شده که ترینینگ هلث کیر پرووایدرها و در واقع هلث سیستم رو داشته باشه. شما پزشکان و عزیزان محترم بیشتر آموزش ببینین که در سطح بیشتری از جامعه بتونیم به کاهش بار فشار خون کمک کنیم. باز تکرار میکنم که فشار خون سایلنت کیلره. فشار خون مهمترین عامل سکته مغزیه. برای بار چندم تکرار میکنم که شاید شیوع فشار خون در یک کشور به صورت مهندسی معکوس از شیوع سکته‌های مغزی میتوان در آورد که نکته بسیار مهمیه و غیر از این که میتواند کلیه، قلب،
و مغز رو در سطح دمانس یا آلزایمر یا فراموشی تحت تاثیر قرار بده و این همه پیشرفت کرده، این همه در واقع داروهای مختلف اومده و اطلاعات و گایدلاین‌های بین‌المللی و همه جور اومده، هنوز که هنوزه فشارخونهای آن کنترل بسیار بسیار بالاست و قدر مسلم باید همه دست به دست هم بدیم تا بتونیم این فشارخون رو تحت کنترل قرار بدیم. چرا که فنریه که اگر به محض اینکه در واقع داروها رو کم کنیم یا به محض اینکه لایف استایل درست رعایت نشه، دو مرتبه فشارخون سر جاش برمیگرده. نکته آخر در مورد همون سینگل پیل کامبینیشن ها بود که باز اشاره شد بهش و در مورد سینگل پیل کامبینیشن هم هر چقدر گفتیم که تعداد قرص ها کمتر باشه اون ادهرنس بهش بالا میره. در مورد تارگت ها و چیزهای دیگه مفصل در جلسات بعدی صحبت خواهیم کرد. یه چند نکته من اینجا اشاره کنم. اول تشکر میکنم از اینکه حوصله به خرج دادید و این ویدیو رو گوش دادید. انشالله در 3 یا 4 جلسه آینده من میخوام به صورت کاملا این دیتیل یا با جزئیات در مورد پاتوفیزیولوژی فشارخون صحبت کنم و شاید برای اولین بار این مبحث رو من مطرح میکنم. کمتر بهش پرداخته میشه، به خصوص نکات جدید و آپدیتش رو که بسیار کاربرد در درمانه و خواهش میکنم از شما عزیزان که گوش فرا بدید تا بتونیم در درمان بیماران فشارخون ازش استفاده کنیم و در جلسات بعدش به در واقع عددهای فشارخون، ریس فاکتورهای همراهش و همچنین در واقع قسمت درمانهای نان فارماکولوژیک مفصل میپردازم. متشکر از حوصله‌ای که به خرج دادید. برای اینکه این ویدیو رو به همکاراتون توصیه بکنید حتما توصیه کنید که عضو پیج آکادمی فشارخون بشن و همچنین آکادمی فشارخون رو در یوتیوب سابسکرایب بشن تا ما بتونیم خدمات بهتری در این زمینه به شما ارائه بدیم. متشکر. خدا حافظ شما.